تجلیل از سال نو در سفارت افغانستان مقیم تاجیکستان. امروز روزی بوده که در سفارت افغانستان مقیم تاجیکستان سال نو و جشن سمنک گرفته بودن. من گفتم بس از دیگه احتفال کردن، بیا کمی برم بین افغانای ما که چی گپ است، سخن است، کمی وقت ما بگذارم. دیگه آمده ایم که هم افغان آمده بودن پرچم سه رنگ ما. بعد اینجا آمدم این چیزکای تاریخی را دیدم، زیاد خوشم آمد دیگه، کمی از این ویدیو گرفتم اینجا دیگه. بعد برای من بسیار جالب بودی خانم، هر باری که یگان چی میشده که باید ویدیو بگیری، خانم تا که از اونجا ویدیو بگیره پیش خود سر دور میداد، از این طرف ویدیو میگیره. خودم چقدر ویدیوهای از این ما آمده باشیم دیگه. این هم سرود ملی ما. بعد سفیر محترم آمد خرنانی کرد. بعدش دید کودک طفلکای بسیار نازنین بسیار یک هنر نمایی زیبا کردن. بعد رقص ملی ما اتن بسیار زیبا نوجوانان وطن ما کردن. بعد از یک رقص زیبای هزارگی بسیار مقبول بعدش یک رقص بسیار زیبای پامیری بدخشانی وطن ما که هم بسیار رقص زیبا کرد. بعد قرصک که بسیار رقص زیبا کردن، دست و پایشان درد نکنم وطنهای ما بسیار همگی خرسان شدن. ما و همه وطنهای دیگه ما که اشتراک کرده بودن. بعد از او یک هنرمند دیگه محمد کامل خان. بعد یک خانم تاجیکی دیگه آمد که یا مقبول خان. بعد دیگه تمام شد محفل، همگی طرف خانه‌شون رفتن.